من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه قوازمایی میکنم. در چمپیونات جهان داوطلبان زیاده از 35-40 نفر هستیم. پهلوان تاجیک در این مسابقه های جهانی سالهای قبل نیز شرکت ورزیده ولی مدال طلا به دست نآورده بود. حالا میگوید با کوشش جدی و تمرین پیوسته به این مسابقه آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد. سال 1975 شادروان استاد سیدموی رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سامبو در جمهوری تاجیکستان و سال 2017 بهروز خواجه‌زاده شد. بعد از 42 سال 2018 خسرو خوشقدم شد و من میخواستم که در پیروی استاد سیدموی رحیموف پرچمبرداری ملت خود باشم. یادآور می‌شویم که پهلوان نامدار تاجیک کامرانشاه استاپریان 2 بار در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در تاشکند ازبکستان و هنگ کنگ چین در وزن زیر 90 کیلوگرم با مدال‌های طلا سرفراز شده است. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک نخستین و یگانه ورزشکاری است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی‌های تابستانی المپیک در توکیو ژاپن راه خط بگیرد. فعلا کامرانشاه هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپیک در مقام 25 قرار دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.